سلام بچه ها، سلام به روی ماهتون. خیلی خیلی دوستتون دارم. با کمی تأخیر جلسه 4 رو با هم دیگه شروع میکنیم. خیلی خوش اومدیم به جلسه 4 از دوره رایگان یوتیوب بچه ها. خب بچه ها، توی جلسه 4 چی میخوایم بهتون بگیم؟ میخوایم بهتون بگیم که تجهیزات مورد نیاز برای اینکه بتونیم از یوتیوب پول در بیاریم چی میخوایم، چی لازم داریم که بخوایم در واقع الان من میخوام از یوتیوب پول در بیارم، چه چیزایی باید آماده بکنم که بتونم یوتیوب رو استارت بزنم. یکی یکی بهتون میگم کامل. نکات هر جلسه رو لطفاً داخل اون دفترچه یادداشتی که بهتون گفتم یادداشت برداری بکنید، چون از این جلسه به بعد دیگه نکات تخصصی میشه، بعد کامل یادداشت بکنید. خب بچه‌ها، ما برای اینکه بتونیم از یوتیوب پول در بیاریم هیچ چی لازم نداریم. شاید باورتون نشه، نه پول میخواد، نه سرمایه میخواد، نه مغازه میخواد، نه چه میدونم در واقع هیچ چی نمیخواد، نه مدرک میخواد، نه شما مدرک میخواین، مدرک تحصیلی میخواین، یوتیوب ازتون مدرک تحصیلی نمیخواد، سابقه کاری نمیخواد، بیمه نمیخواد، زن و مرد باشی فرقی نمیکنه، سنت 15 سال باشه یا اینکه 70 سال باشه هیچ فرقی نمیکنه و سواد آنچنانی هم نمیخواد. اگر میتونی با تلگرام و اینستاگرام کارهای معمولیشو انجام بدی، از یوتیوب هم میتونی به درآمد برسی. تا اینجا اوکی شد؟ خب حالا تجهیزات چی میخواد؟ فقط و فقط یه دونه گوشی موبایل میخواد که شما همتون دارین دیگه. وقتی داخل گوشی تلگرام یا مثلا ایتا یا مثلا فرض کن که اینستاگرام نصب داری، خب یوتیوب هم میتونی داخلش نصب بکنی. یه دونه گوشی هوشمند معمولی داشته باشی میتونی باش به درآمد برسی. من برم اولین گوشی که باش اولین کانال یوتیوب هم باش به درآمد رسیدم و بیارم بهتون نشون بدم. صبر کنید بچه‌ها، قابش هم باز نکردم. یه دونه گوشی A10 داشتم بچه‌ها، سال 400 بود فکر کنم دیگه، 99 بین 99 تا 400 بود اینا. یه دونه گوشی A10 داشتم، خیلی هم اذیتم میکرد، حافظش هم خیلی کم بود، گوشیش هم مشکل داشت. با همین گوشی به درآمد رسیدم. اینم قابشه که عوض نکردم، شما ببینید، با حداقل امکانات. پس شما یه دونه گوشی هوشمند ساده داشته باشید، با گوشی 3-4 میلیون تومانی 2-3 میلیون تومانی میتونید به درآمد برسید. خب اول پس چی میخواد؟ یه دونه گوشی میخواد، درست شد. دومین چیزی که میخواد چیه؟ روزی 1 ساعت زمان. اگر میتونی صبح، ظهر، شب، نصف شب، زمانش اصلا مهم نیست، فقط در این 24 ساعت روز 1 ساعت بعد زمان بذاری. اگر هستی من کمکت میکنم حداقل به درآمد بالای 50 میلیون تومان از یوتیوب برسی. دیدین دیگه این بالا 3 تا کانال یوتیوب هم براتون گذاشتم، درآمدش هم میتونید برید ببینید. در واقع داخل پیج اینستاگرام هایلایت کردم. ببین چقدر راحت میشه پول در آورد. دیگه دور زمانه این که من صبح بلندشم برم یه جایی، یه کارفرما ببخشید بزنه تو سر من مرخصی میخوام بگیرم، بعد منتشو بگیرم یه روز به من مرخصی بده، آخر ما چندر قاس حقوق میخواد من بده. خب چه کاریه؟ شما همون شغل اولتو داشته باش، روزی 1 ساعت هم شب یا وقت بذار، چند برابر شغل اولت پول در بیار. اگر خانم خونه داری من کمکت میکنم داخل همون خونه حداقل 50 میلیون پول در بیاری. اگر بازنشسته‌ای کمکت میکنم پول در بیاری. اگر کارمندی شغل اولتو داشته باش، چون یوتیوب ازتون وقت نمیگیره، روزی 1 ساعت ازتون وقت میگیره. کانال اولتو به درآمد میرسونیم، بعد ان شاءالله کمکت میکنم کانال دومتو میزنی. بعد اگر دوست داشتی بعدن از شغل اولت بیای بیرون، بیا بیرون داخل خونه بشین، پاتو بنداز رو هم دیگه راحت کار بکن. فقط نکته مهم بچه‌ها، ما برای روز 20 بهمن ماه فقط میتونیم 10 نفر از شما عزیزان رو انتخاب بکنیم و دوره جامع یوتیوب رو به اون 10 نفر بدم. 5 نفر خانوم، 5 نفر آقا، 5 تا خانوم 5 تا آقا رو انتخاب میکنم و اون 10 نفر رو دوره جامع یوتیوب هم بهشون میدم. 3 ماه هم پشتیبانی خصوصی فقط به اون 10 نفر میدم تا بتونم به درآمد بالای 70-80 میلیون تومان از یوتیوب برسن، فقط با یه گوشی موبایل روزی 1 ساعت زمان. توی جلسات بعدی قراره چیکار کنیم؟ بهتون 2000 تا ایده میدم، بهتون میگم چطور میتونید پولتون از یوتیوب بگیرین، چطور استارت بزنین، ویدیوهاتون رو باید چطور برگزاری بکنید. اینا رو همه رو بهتون میگم. خیلی خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. 20 بهمن ماه فراموش نکنید.